مادر من انتسوا یودکیه ولادیمیرونا تولد شده بود در روسیه ولادیمیرسکая область город Вязники. بعد در وقت جنگ خطی پدرم شناس شده عاشق شدن. بعد پدرم مادرم گرفته 5 سال در اونجا کار کردن. بعد 1945 خواستن وقتی اوجه جنگ تیار شد ای مسکو خواستن اومدن بیهاییتا. مادرم در اینترنت کار میکرد در دیدم کار میکرد کدا کارنگه میکرد پشوکشو میپشونده. بعد مادرم بس کرد او کاره و گذشت به رایپوره در رایپو کار کرد. سال 49 هم کوچیدن به شهرتوز آمدن. مادرم گفت که ما هم 2 روز اومدیم در شهرتوز ایستادیم که درست پس زمین جنبشی در هویتنده. مادرم بود دوزنده بود به مردم قشلاق شیم گلیفه میدوخته کرتا میدوخته هم زندگیشون هم تا بردن. ده اپام من در شهرتوز تولد شدیم. 6-7 سال زندگی کردیم. بعد کوچیدیم اومدیم به 8م پسلکره به رایون قمسنگیره به 8م پسلکره. در 8م پسلکره زندگی کردیم. مکتب تیار کردم. صنف 11 را تیار کردم. بعد صنف 11 پیتو داخل شدم دوزندگی خوندنی. 2 سال خوندم. انا اتستاد دارم و اتلیچ تیار کردم. یکی دوزندگی را محقولم نشید. برای که 2 اپام ساختمانچی بودن کار میکردن. من گذشتم در ساختمانچی کار درمدم. همین وقتی پیتو میخوندم سال 74 بود. سال 74-75 همین چیمو میبرن. 7 نوامبر پرد میشید استادیون میبردن مردم و تماشا و خرسندی بود. همین تا طرف پیتو میبرن ما این مردکم لطیف خدایار ای در او وقت صورت میگرفت. همین آیلم خطی شناس نبودیم. بعد کمتر پیش وقت صورت گیرم زنیمت سم میکم. کمتر سپورت شوفر خوندگی تیار کردی. ارمیاندم خدمت کم ساز گشتیم اومدیم. بعد آیلم خطی صورتش گرفتم. گفتم بیا صورت ها تبر. من گفتم من ترا نمیشناسم صورت نمیگیرم ای دستیت. بعد میگه که الا به مادر تبرم بتیم. گفتم بر مادر مبتی. مادرش وقت قطیر احمدی پدرش بینامده کار میکردن. بعد صورت ها را بردم دادمش. همین دقیقه بعد چند سال یا 3 سال گذشت خیلی سنی سالش رسید به 18. اومد خوزگاری پدرم گفت که بچه هم همه آدم اومده است ترا میگیرد برای تو اومده است. پدرش پرسید ای جایی چی خیلی ای جایی چی بدن همه را نقل کردم. بعد گفت که خیلی نباشم مایلش. بعد دخترش پرسید نه که من خوام دیدم. من خوام چند وقت پیش دیدم که همه آدم میام میگیرن. بعد 11 من اپام روزی نبودن گفتن که نه نمیتیم. من نمیتونم گاش کنم. گفتم نه من نمیرم میگیرم که من اوجه را در خوام دیدم. همه قطعی خیلی توی کیم زندگانی کیم. همه تا میشینیم البوم انگاه مینه میگه همین صورت کی گرفته است. میگم ات نمیشناسی یا آدم یوش بود دنما کوچنده در کوچه اپتیکنده همون من صورتم گرفته. های مردک میگه این صورت من گرفتم. میگم نه تو نگرفتم. بعد وین بلیت چه میبره وقتی یوشیاش که میبرن. بعد میگم که آها این توپ دسته. مادر من عرض بده. مادرم خودش همه کار میکرد. نون میبست گو میجوشید همه را خودش میکرد. مادرم ما را کار نمیفرمید. رنگ گل نگامو میکرد. وقتی که شوهر کردم من همه گو جوشی را همه شوهرم نشون داد. باندیره همه شوهرم نشون داد.
تندر چسبوندم. مردک میگه که خیلی بیا خمیر کردم بیا نون بنده. میگم که من بسته نمیتونم، من هیچ وقت نبستم، کار مادرم میکنه. بعد هم گرفت رفیده را نونمون سیوکش کردم، تراستش کرده در تندر بستش. زنک انا میتونه نون میبندن. بعد اما من دیگه همش بستم. خدا را شکر اینا 4 تا فرزند داریم، 3 دختر و 1 بچه داریم. زندگی مسوس. دختر کلون معلمه، اول کالج تیار کرد، بعد universitet تیار کرد در قرغان. دختر دیگه بغالتره. 3 دختر شوهر کرد در روسیه. بچم زن داره و 3 بچه داره. بچم قدیم زندگی میکنه. خوجگی دهخونی داریم، 3 هکتار باغ. بچم قدیم اونجا کار بکنه. خیلی لیمون کردیم. خدا پر نه همین مارچ شدیم، یه حوزه 1 ساله. خیلی درختای بقوت خدا را پر نکمتم. این سال یک 100 کیلو از گرفتن. 83 دونه درختای. ولی درادش کردم برای قوت نرسید. سال دیگه این سال نباشیم نمیریم، سوخ سلامت باشیم. 3 ردنی میگذرونش. ایراد توقع کندر کن. برای جغ شود، حاصلش کم شود. این جای کشوده دوست میداره. هفته و نظم گرمی را در این بوانی 5-6 گرادوس سرموش میزنه. خیلی بسیار میترسه. برای همین یخی دو طرفه کلونکه میکشیم برای گرم. اگر خنک سخت شود دود میدوزیم، آلومینیوم در درونش دود میدوزیم. دود بالا میره، از انا بالا دتا کلونکه هم مثل رنگ ابر خطی. گرمی لیمون هم میقفه. برای همین احتیاط بینیم که زمستون گرم باشه. برای ملایم گرفتن دیگر درخت. انا خوکستری که اینا کلین یا که اویلامون آلومینیوم خوکستر از جا می‌نیم. در هر یک گرد درخت میشپیمش. برای مورچک ای خوکستر میگریزه. برای همین درخت‌ها تیز قاق نمیشوند. پیش وقت نمیفهمیدیم قاق میشه درخت بسیار. برای مورچک درخت قاق میکنه. یعنی بعد همی کار کردیم این درخت‌های نهادی خودش که هم از سوز. لیمون دستم برای همین دولینی ای. دولین بلند که نمیمونه. پس میکنه بلند نمیمونه. بعد در اوقاتم خشمزه ای. برای خوردن. سالاد بینی. همین سال 92-93 همسایه‌مون یک روز زنک میکوچید زنبور داشت. بعد همین مردک میگه که بیا بخریم زنبوراشه. من اول از زنبور میترسیدم. گفتم چه خیلی میکنیم؟ گفت از که نترس، از زنبور نترس. رفتیم دیدیم خریدیم آوردیم در خونه. اول قریب یه مدت هم که عذاب کشیدیم. خیلی زنبور را نمیدونیم. من استرایچل کراسکا کردم. میرم زنبور را هوی میرم زنبور را در دستم بچسبانم که میگزن. میگم که پرتون کریشکره با اویله ویرون میشوه. همین آزاد موندم کریشکره ای دستم نمیتا پری زنبور چسبیدگی. خنداشو دادم استاگرشو کردم. بعد مردکم اومد گفتم که زنبورا گزیدنم دستم ورم کن. گفت هیچی گپ نداره با ساز میشه. و همون تقتی ایره میپرسیم او را میپرسیم. همینجا بعد زنبور پرورا بودن. خونای او رفتیم پرسیدیم.
ishqilib ki یاد گرفتیم. اوستا آیا اویلا زنبور سر کردیم تا 82 اویلا زنبور کرده بودیم. 2 واگن داشتیم. اصل تونش قطعی میگرفتیم. او وقت تا اصل کم سودا میرفت. خش تبارش نوسا تقسیم میکردیم میدادیم. تخمینه نمی تفلگو 20 تا 30 تفلگ پری اصل بود. یا وقتم کسل شده بودم. بعد جنگ می پلیوریت شده بودم. همی اصل که و روغن میشکیدم، روغن گوسپند که میشکیدم در نون، اصل غوص میشکیدم میخوردم. همی خودم ساعت شدم ای اصل. بعد بسیار آدما میان اینمی کسل میشن اصل، بسیار ژلودکا درد میشون مردم. انا ژلودکا درد میشن با پیش من میان همی گلی 100 ساله استالتنیک است کو، همی گلی 100 ساله را میگیرم، شدر لیتا میگیرم. انمی اصل قوش میکنم دارو روز مینم به مردم برای ژلودکا درد. بعد مردم همون را میخورن ژلودکاشو یازو میشون. این ایرسی میان بچه ها یازو قریبش کفشیدن همون یازو را محکم میکنم اصل. بعد پراپولوسش داروه. پراپولوسش اینمی آدم که یگون جوش در کنه همون پراپولوس میخوره، پراپولوس کرخ مینه. یکی به ژلودکا رانی پراپولوس داروه. و روغن زرد ارالشش میکنیم، مایده مایدهش میرین در پروای بانیا آوش میکنیم با ای ژلودکا درد دارو روز میکنیم. اما آدم کسلی و یک قاشقچه میگیره میخوره پگایی ابیتی ویگایی در شکم کشنش که میخوره بعد فویتش مینه ژلودکاش. اصلا با شمال قطعی میگیری و یکون چیز دیگه نمیشوش. مثلا کورچه قطعی بزنی همون زنبور اندوام مینرم کرده کورچه قطعی میگیری، پروای کورچه هم هست نوزه میشه قطعی می. بعد بوشکا قطعی گاز قطعی میریم در تاش میشه او میشه پر قطعی همون رامکره میبری. برای که پروای همین کورچه همون هوای گرم تو میخوره. بعد همون رو میبری. اصلش بعد همین مدنگان قطعی هوا شمال قطعی میگیری اصلا. نباشد که به یکون روح نمیشه. یکم بار در نهایه همین قمسنگیر جای هنون در یکم بار جای اولی نگرفتیم مکافات های نقص دادن. گرامت دادن. 28 ایولی 2010 در خاتلونده برای عید اصل بردنمون خیلی همه سو جای 4 جا را گرفتم. خشتبار مادرم خفه شدن که مادر من خسته از تاجیکستان اومده است. ده اکا داشته، اکاش در وقت جنگ بندگی کرد. ینگوهاش موندن، ده ینگش موندن، ایا ده ینگش ده کودک داشت، او دگرش 3 تا داشت، نمی اومدن نمی رفتن. سال 96 مادرم رفته بود روسیه. رفت خبرشو گرفت اومده. نه که مادرم میگفت که من میگه که مایا رودینا تاجیکستان. میگه ای روسیه نمیفرستستش، همین تاجیکستان میفرستستش. میگه که این ملت تاجیکا مهمون دوستارن، جای میفرد میره مهمونی میره خش رو پیشوازت میکنن حرمت عزت. ایمی حرمت عزت تاجیکا بسیار فرستستش. برام قرار مادرم ایستاده اینجا. مادر من تا 88 ساله شد بعد بندگی کرد. پدرم 102 عمر دید. 102 سال عمر دید بعد ای دنیا گذشت پدرم. اول مادرم ای دنیا گذشت بعد پدرم ای دنیا گذشت. من امی پارینه روسیه رفتم. یا عمکم کسل بود. با عمکم خبرگیری رفتم استرخان. ای پیش عمکم خواستم کاوکاز رفتم. ای کاوکاز خواستم در پای سوار شدم پیش اپای کلونیم در تنباف رفتم. تنباف دیدم. بعد زنکای عروس دیدن در مغازین پرسیدنم. میگن که вам где нравится? میگه вам в России нравится или в Таджикистане? گفتم که мне в Таджикистане нравится.
человек где родился, он должен там жить, гуфтам. Где наша родина, мы должны жить там. Гуфтам, мы сюда приезжаем в гости, гуфтам. Я говорю, что вам не понравилось в России? Гуфтам, нет, мне не нравится в России. Гуфтам, у нас совсем другие законы. У нас все по-другому, у вас по-другому. Мне лично не нравится. Мы уже привыкли, гуфтам. Ой, олам, то хайот ясм минадорум. Ваям айманам минадорай. Хай ози худо шкир зиндагони сатфо ягон ҷои камбудӣ надорум. Пишаймон нест. Ина ман ҳозир 64 солам, ман каҳни медравам, каҳни меброрам, говни медӯшам, ана лимон кардем, лимон парварӣ мекунем, транше лимон кардем. Да ҳамаи кор ман чиқтам, қатъи мардакам дикасе. Мо хирсандем, ай зиндагӣ хирсандем. Ана ки зимина гирифтем, соҳиби говам шудем, худоро шукр, соҳиби келин васаам шудем, рӯзгори худоро шукр, сатфо ягон камбудӣ нест.